اعضای شورای ولایتی و باشندگان ولسوالی قلعه‌زال کندز در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که مخالفان مسلح حکومت حوالی ساعت 5 صبح روز جمعه بالای آقتپه مرکز ولسوالی قلعه‌زال حملات تهاجمیشان را آغاز کرده بودند که در نتیجه حوالی ساعت 10 بجه صبح امروز شنبه ولسوالی قلعه‌زال به گونه کامل به دست مخالفان مسلح حکومت سقوط کرده است. اسدالله سادات عضو شورای ولایتی کندز ضمن تایید سقوط ولسوالی قلعه‌زال گفت که در اثر سقوط این ولسوالی بیش از 1000 خانواده نیز بی‌جا شده اند. تپه بود او تپه هم امشب سقوط کرد. صبحکی او را تومه حریق کردن، درش دادن و بعد از او جریان سقوط شروع شد. در منطقه خانه نظری آمد، در اوجه 5-6 خانه که اردوی ملی بود اونا هم عقب نشینی خود کردن. باز جنگ در طرف جنوب و شمال ولسوالی صورت گرفت. امی تمام خانه را تیرکش کردن، مخالفین از خانه فایر می کردن. در همین حال یک تن از مسئولان قماندانی امنیت کندز که از گرفتن اسمش خودداری کرد در صحبت با رادیو آزادی سقوط ولسوالی کندز را تایید کرد. اما از این پیش دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع کشور در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که در اطراف تعمیر ولسوالی درگیری شدید جریان دارد، ولی در مورد سقوط ولسوالی قلعه‌زال چیزی نگفته است.